کوشش بکنیم که در کشورهای اسلامی غیر اسلامی که ما میریم از خود سوال بکنیم ما برای چی میریم. اگر در کشورهای غیر اسلامی میرین برای تجارت برین، هیچ مشکلی نیست و جواز دارد. اگر برای کشورهای غیر اسلامی برای تحصیل علم میرین بروین، هیچ مشکلی نیست. اگر در کشورهای غیر اسلامی برای تداوی میرین هیچ مشکلی نیست، بروین. اگر در کشورهای غیر اسلامی برای نشر دینتان و دعوت میرین برین، هیچ مشکلی نیست. اگر در کشور خود تهدید ناامنی به حد باشه که نمیتونی زندگی بکنی، میتونی به کشور غیر اسلامی بری. اگر این موانع نباشه و تو در کشورهای غیر اسلامی جا میری، یکی از این نقاط نباشه، جواز ندارد. زیرا وقتی که تو در کشور غیر اسلامی میری با چالش های متنوعی روبرو میشی. تربیت خودت زیر سوال میره، تربیت اولاد زیر سوال میرود، ضعف ایمانی خود به خود به وجود می آید. از این خاطر بهتر است در کشور خودتان زندگی بکنید. جزاکم الله خیر.